فصل 2024-25، فصلی که لیورپول با تمام وجودش جنگید و در نهایت قهرمان شد. نه فقط قهرمان لیگ، بلکه قهرمان دل میلیون‌ها هوادار که سالها با این تیم گریه کردن، خندیدن و زندگی کردن. همه چیز از تابستون شروع شد، جایی که آرن اسلوت اومد تا سکان هدایت تیمی رو به دست بگیره که تازه از دوران پر افتخار یورگن کلوپ جدا شده بود. همه تردید داشتن، همه میپرسیدن آیا اسلوت میتونه راه کلوب رو ادامه بده؟ و جواب توی مستطیل سبز داده شد. لیورپول این فصل با یه ترکیب تازه نفس، پر انرژی و تشنه اثبات خودش پا به لیگ گذاشت. داروین نونیز، مهاجمی که فصل قبل حسابی زیر فشار بود، این بار مثل گلوله آتش بازی کرد. 17 گل، 7 پاس گل و مهمتر از همه، گل‌هایی که در بازی‌های کلیدی زده شد. الکساندر آرنولد حالا بیشتر توی نقش هافبک بازی می‌کرد. با پاس‌ها و خلاقیتش مغز متفکر تیم شده بود. ویرجیل فنداک با وجود بالا رفتن سن هنوز صخره خط دفاع بود و آلیسون معلومه مثل همیشه ناجی، مخصوصاً توی بازی هفته 29 مقابل چلسی که با اون سیو دقیقه 90 3 امتیاز رو حفظ کرد. اما فقط بازیکن‌ها نبودن. این تیم روح داشت، روح آنفیلد، روح کلوب، روح یاران قدیمی. لیورپول توی لحظاتی که اکثر تیم‌ها کم می‌آوردن جون تازه می‌گرفت. هفته 21 بازی مقابل آرسنال، آنفیلد ساکت بود. تا دقیقه 80 لیورپول 1-0 عقب بود و بعد طوفان. بله، 2 گل در 10 دقیقه. آنفیلد لرزید. اونجا بود که خیلی‌ها فهمیدن این تیم شوخی نداره. رقابت با منچستر سیتی و آرسنال تا روز آخر ادامه داشت. اما چیزی که لیورپول رو خاص کرد انسجام و انگیزه تیم بود. نه فقط ستاره‌ها، بلکه نیمکت نشین‌هایی مثل الیوت و کودی خاکپو که وقتی لازم بود اومدن و تفاوت رو ساختن. و بالاخره رسیدیم به هفته آخر. آنفیلد پر از پرچم، سرود از ته دل، یک برد دیگه، یک جشن دیگه. ولی این بار فرق می‌کرد. این جشن قهرمانی بود. لیورپول با 86 امتیاز صدر جدول، بهترین خط حمله، یکی از بهترین خطوط دفاع و مهمتر از همه، تیمی که نشون داد با ایمان، با قلب و با انگیزه هنوز میشه پادشاه شد. این قهرمانی فقط یه جام نبود، پاسخ تمام شک ها بود. اثبات این که لیورپول فقط یه تیم نیست، لیورپول یه اعتقاده، یک سبک زندگیه. برای کلوب، برای استیون جرارد، برای بابی فرمینیو، برای همه اونایی که رفتن و برای نسل جدیدی که اومدن تا افتخار رو ادامه بدن. تبریک به لیورپول، تبریک به همه قرمزها. شما هرگز تنها قدم نمیزنید. The pinnacle of English football, Liverpool, the 2024-25 Premier League champions. "20 notches now on Liverpool's belt of brilliance.